خب با سلام و وقت بخیر. موضوع آموزشی که امروز در خدمت شما خواهیم بود تعریف خود فارماکولوژی هست و اینکه واقعا فارماکولوژی چیست. بریم تا این تعریف رو داشته باشیم. اگه بخوایم فارماکولوژی رو در یک عبارت ساده تعریف بکنیم، میشه مطالعه تاثیر مواد شیمیایی بر روی موجودات زنده. این یک تعریف ساده اما سطحی و ظاهری از فارماکولوژی هست. ما میتونیم اجزا این تعریف رو بیشتر بشکافیم و اون رو بیشتر تفسیرش بکنیم. یکی از اون اجزای این عبارت که قابل تفسیر هستش تأثیر هستش. ما میتونیم تأثیر رو از بعد خوب و بد بودنش بررسی بکنیم. تأثیر خوب اون ماده شیمیایی بر روی موجود زنده و تأثیر بد اون ماده شیمیایی بر روی موجود زنده. خب طبق روال چون تأثیر بده برای ما مهم هستش، بیشتر تو ذهنمون میمونه و جدیترش میگیریم. یک شاخه از فارماکولوژی متولد شده برای اینکه همین تأثیر بده رو با عمق بیشتری مطالعه بکنه و اون اسمش سمشناسی هست. پس سمشناسی یک شاخه از فارماکولوژی هست که کارش مطالعه اثرات ناخواسته و تأثیر بد مواد شیمیایی بر روی موجودات زنده است. یه بعد دیگه که میتونیم این تعریف یا عبارت رو بازش بکنیم، بررسیش بکنیم، موجودات زنده هست. ما موجودات زنده رو خب میدونیم که گستره خیلی زیادی داره. توی این تعریف ما میتونیم اون رو به 3 تا قسمت حداقل تقسیم بکنیم. یکی انسان هست، سایر حیوانات به غیر از انسان هست و گیاهان هستند. خب اگر توی تعریف فارماکولوژی ما موجودات زنده رو ازشون فاکتور بگیریم و فقط انسان رو در نظر داشته باشیم، یک شاخه از فارماکولوژی ایجاد خواهد شد به اسم فارماکولوژی انسان. پس فارماکولوژی انسان کارش مطالعه تاثیر مواد شیمیایی بر روی انسان است. زاویه دیگه که ما میتونیم فارماکولوژی رو عبارتش رو بیشتر تفسیر کنیم این ماده شیمیایی است. ماده شیمیایی رو اگر ما به این مقصود و منظور بررسی بکنیم که برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها باشه، اون ماده شیمیایی یه اسم اختصاصی تری میگیره به اسم دارو. پس همه مواد شیمیایی دارو نخواهند بود، ولی ما میتونیم مواد شیمیایی روی اثرش روی موجودات زنده بررسی بکنیم، مستقل از اینکه اهداف پیشگیرانه یا تشخیصی یا درمان داشته باشه. اما اگر هدف پیشگیرانه یا تشخیصی یا درمان بیماری ها مد نظر باشه، اون ماده شیمیایی رو ما میتونیم در گروه دارو داشته باشیم. یه زاویه دیگه و نگاه دیگه اینه که اگر ما اون موجود زنده رو محدود کنیم به انسان و اون ماده شیمیایی رو محدود بکنیم به مواد شیمیایی که برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه و دارو بهش بگیم، اون وقت یه شاخه دیگه از فارماکولوژی ایجاد خواهد شد به اسم فارماکولوژی پزشکی. پس تو فارماکولوژی پزشکی کار ما مطالعه تاثیر داروها بر روی انسان هست. یه زاویه دیگه نهایی که ما میتونیم این عبارت رو بیشتر باز کنیم، دوباره نگاه دیگه به تأثیر هستش. تأثیر با توجه به اینکه در تعریف فارماکولوژی ما 2 تا قسمت داریم، یکی ماده شیمیایی هست و دیگری موجود زنده است، به همین خاطر انتظار میره که تأثیر یک طرفه نباشه. یعنی اینجوری نباشه که ماده شیمیایی صرفاً روی موجود زنده تأثیر میذاره. این احتمال وجود داره که موجود زنده هم روی ماده شیمیایی تأثیر بذاره. بنابراین تأثیر 2 طرفه هستش. ما میایم این تأثیر 2 طرفه رو بیشتر بازش میکنیم. میگیم اگه تأثیر از سوی ماده شیمیایی بر روی موجود زنده بخوایم بررسی بکنیم، این اسم این مطالعه میشه فارماکودینامی. و اگه بخوایم تأثیر موجود زنده روی ماده شیمیایی رو بررسی بکنیم، این مطالعه یا این بررسی رو بهش میگیم فارماکوکینتیک. خب امیدوارم مطالب این محتوای آموزشی مفید واقع شده باشه. با تشکر سپاس از همراهی شما و به امید دیدار در
مطالب آموزشی بعدی.